سلام بچه، چطوری؟ خوش اومدیم به یه ویدیوی دیگه. بچه توی این ویدیو اومدیم لوپی رو با هم بشوریم و شونش بکنیم. و من با شامپو نمیشونم، آب میزنم از گردن به پایینش رو، چون واقعا کثیفه. لوپک دیگه کثیف شد، چون تو حیاته مثلا میره تو باغ و اینا کثیف شد. حالا بریم بشوریمش. قبلش لایک و کامنت و سابسکرایب فراموش نشه. بزنید بریم. لیتس گو. الان قراره بعد 4 ماه خورده لوپی رو ببینیم. بیا بالا بیا رونمایی کنم از شما. به داداچ لوپی، دختر خوشگله. داداچ لوپک، نظر چی؟ امروز میخوای بری همون؟ 3 سال تو فیلم معلومه. الهی من فدات شم، قلبونت بلم. من میافتی از پاش میافتی. بیا اینجا، بیا اینجا دارم سیکی. خب بریم بشوریمش بچه. لازم لگن قراری رو بدیم تو بشوریم. خب بچه قرار از دستشویی آب بیاریم. دستشویی تو پارکینگ جان میشه. حالا تو دستشویی فیلم نگرفته بودم. جا آب میریزم تو آفتابه، میبرم یکم میریزم تو لگن، یکم خب میریزم روش. بچه ها ببخشید، با یه دست بود فیلم میگیرم، یه دستم آب پر میکنم توی آفتابه، میکنم بیرون در شیطونی. اصلا آب میاد اونم زد داغ نسوزه فقط. یا خدا لوپی، نظرت چیه؟ دارم میخوام تو رو بشورم ها. نجس آفتابه خود بو میکنی. بخوریمت یه کوچولو آب میریزم این تو، داغه نه خوبه. الان لوپی قبل هموما ببینیمش. و اونطوری که میدونم اینه که نباید گوشاشونو کلشون کنه آب بخوره، مثلا کله لوپی باید بالا باشه. اینجوری بگیریمش بزنیمش تو آب. معلومه هیچ ریاکشنی نداشت. من قبلا برده بودمش همون، تجربه بردن خرگوش به همون دار. اول یکم آب اینجوری میریزم، بعد آب آفتابه رو بیارم. نظرت میشه؟ لوپی دیگه اون لوپی نمیگه. من گریه میکنه، من گریه میگیره. دوسته بودمش میدونم لوپی دیگه اون لوپی نمیشه. گوشاتو بگی بالا لوپی، بهش میگم گوشاشو بگی بالا. فقط چون میگن زیاد نباید خرگوشا رو همون ببریم چون سکته میکنن. من یکی الی 2 هفته پیش نمیدونم، ولی برم دست و پاشو شستم، بعد همون موقعی که گرفته بودمش یه هفته بعد اونا شسته بودمش. الان اساسی دوباره نکن میشورمش، یعنی کمر ممرشو میشورم. خیلی کثیف شده بود چون میرفت تو، آخه میره تو گلمل اونجا بخواد مثلا غذا مزا چیه همین پاشو بگوشی. اینا میره تو باغ و اینا غذا بخوره، واسه همین کثیف شده دست و پا. نظرت چی بود؟ اینجوری فکر کردی؟ با این وضعیت آبکشی کجا میخوای بریم؟ این وضعیت درست نیست آقا. این وضعیت زشته، کثیفه، مستهجنه. بیرون ببینم. منم با این شلوار بریزم تو شروع میشی بشستنش. داغ نیست، خیلی داغ فکر کنم. خوب زیاد چون زمستون، الان داره زمستون شده، بس داغ میفوران نکن نسوزی مامان. اگه داغو ببین زبون داره. بودم گوجم نمیدونم چی میگه. یو پرید بیرون. نه
باورم کجا کجایی لوپی بیرون بشونمه بعد کنتو خوش کن بچه رفت واقعا میپره قبلا ولی قبلا آرومتر بود الان چنجوری شد داغش نکردم خوبه سرما میخوری توی دی الان هوا شبا سرد میشه از ما شجره بچه میگیم پایین سردش نمیشه و جوش هم خودش گرمه خوبه و الان که مثلا بیرونه یکی 2 ساعت بیرون میمونه خوشو خوش کنه و اینا طول میگیره پی آخر فیلم هم ببینید یوفاشو چه مستمع یا مظلوم مستمع اصلا چی هست میدونم برای من داغ برای شاید داغ هم بچه میدونی نه چی کار میکنی امروز نمیذاره من بشورمش ای بابا بمون تو گوشات آب میره لوپی بمون تمام تو گوشت آب میره واسه کم دیگه بشورمش خیلی بیدونه این شکلی شد باورم نمیشه لوپی چرا اینجوری شد پارچه گوجو خب بچه ها الان لوپی بعد 2 ساعت خودشو خوش کردن برگشت الان میخوام شونش کنم میفته تو دوربین یه کوچولو لوپی بذار شونت کنم در میره غذا رو میبینه در میره روش کن من باید همجور دنبالش برم بچه یه کوچولو شونه کنم خب این از ویدیو امروزمون بود امیدوارم از این ویدیو لذت برده باشید تا ویدیوی تا ویدیو بعدی با لوپک مغلق من و لوپک ازتون همینجا خدافظی میکنم